سرمایه گذاری دنبال یه ملک توی موقعیت روستایی میگردیم و میخوایم توی این پست ببینیم که یه ملک خوب برای سرمایه گذاری توی موقعیت روستایی چه ویژگی‌هایی داره. توی روستا سرمایه گذاری کنیم، میخواید باغداری کنید که محصول برداشت کنید و میخواید یه خونه‌ای بخرید که توش فقط تفریح داشته باشید. جا هستی که باغداری کنی، حتما اولین توجهت به این باشه که اون محل از نظر آب غنی باشه، چشمه، قنات یا سفره‌های زیرزمینی و سد داشته باشه. حتما توجه کن که اون منطقه از نظر اقلیمی چه اقلیمی داره و اینکه میوه‌هاش دیررسه یا زودرس، که اگه بخوای بفروشی بازار بهتری داشته باشی. و آخرین نکته اینه که تنوع گیاهی اونجا و تنوع چه میوه‌هایی میتونی اونجا بیشتر داشته باشی. دنبال خرید خونه برای تفریح نهایی مهم‌ترین نکته لوکیشنشه که دسترسی منطقه‌ای خوبی داشته باشی به شهر محل سکونتتون، داشتن امکانات مثل آب و برق و گاز، سوپرمارکت و این چیزا، و البته داشتن مناظر طبیعی بکری